FATF یا Financial Action Task Force که به فارسی میشه گروه ویژه اقدام مالی، سازمانی بین‌الدولتی است که در سال 1989 جهت مبارزه با پولشویی تشکیل شد. این سازمان دارای چندین دستورالعمله. AML و CFT دو تا از این دستورالعمل‌ها هستند. CFT مخفف Combating the Financing of Terrorism به معنای مبارزه با تأمین بودجه تروریسم و AML مخفف Anti-Money Laundering به معنی دستورالعمل مقابله با پولشویی. کشورهایی که از این دستورالعمل‌ها پیروی نکنند در لیست سیاه این سازمان قرار می‌گیرند و در نتیجه اون مبادلات بانکیشون محدود یا حتی به طور کامل قطع میشه. بانک‌ها و شرکت‌های خارجی از ترس جریمه با اونا همکاری نمی‌کنند و در تجارت با کشورهای دیگه با مشکل روبرو میشن. تا مهر ماه 1404 3 کشور در لیست سیاه این سازمان قرار داشتند.